سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر رشت به لاهیجان. امروز پنجشنبه 22 شهریور ماه و ساعت حدود 10 صبح. قبلا ولاگ رانندگی از رشت به کلاچای و همچنین رانندگی در جاده بارانی لاهیجان به رشت رو در کانال قرار دادیم که لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادم. در این ولاگ ها به علت شلوغی و ترافیک راه و همچنین زیاد شدن تایم ولاگ مجبور بودیم از کمربندی شهرهای طول مسیر عبور کنیم، ولی در این ولاگ به خاطر تعطیلی و خلوتی جاده تصمیم گرفتیم که از مرکز شهرهای در طول مسیر عبور کنیم. شهرهایی مثل کوچه اصفهان، لوله‌مان، آستانه اشرفیه و مرکز شهر لاهیجان. طول مسیر رشت به لاهیجان که امروز قرار ولاگش رو ضبط کنیم حدود 44 کیلومتر و از میدان جانبازان رشت یا همون آشپیشه آغاز و تا مرکز شهر لاهیجان که میدان شهدا نام داره ادامه خواهد داشت. در طول مسیر از شهرهای کوچه اصفهان، پلیسرای لوله‌مان، شهر لوله‌مان، کمربندی آستانه، مرکز شهر آستانه اشرفیه و بعد از عبور از باسکی و گراب لاهیجان به شهر و مرکز شهر لاهیجان خواهیم رسید. کوچه اصفهان و لوله‌مان جزء بخش‌های کوچه اصفهان شهرستان رشت هستند که قبلا ولاگ بازار هفتگی و بازار پرندگان این شهر زیبا با مردم دوست داشتنیش رو در کانال قرار دادیم. فاصله لوله‌مان تا رشت حدود 18 کیلومتره. آستانه اشرفیه هم مذهبی ترین شهر استان گیلان به خاطر مقبره شیخ جلال الدین اشرف برادر امام رضا. بادام زمینی و برنج آستانه هم که دیگه نیاز به معرفی نداره. ولاگ گردش شبانه، بازار هفتگی، بازار پرندگان و همچنین در بازارچه پشت حرم با ویشگاه‌های خوشمزه و معروفش رو قبلا در کانال قرار دادیم. و اما لاهیجان عروس گیلان، زیباترین شهر شرق گیلانه. لینک پلیلیست شهر لاهیجان و شهرهایی رو که گفتیم در قسمت توضیحات ویدیو برای شما عزیزان در دسترس قرار دادیم تا جاهای دیدنی و زیبای این شهر رو بتونین ببینید. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.